قبل از اینکه دوباره اون دکمه تأخیر زندگی رو بزنی و همه چی رو بندازی عقب، یه لحظه وایسا و از خودت بپرس چند تا بهونه دیگه میخوای بذاری که بشه شخصیتت. خیلیا پادشاه جمله از فردا شروع میکنم هستن، ولی واقعیت اینه که فردا یه دروغ خوشگل و بامزه است که آدم به خودش میگه تا وجدانشو بابت تنبلی امروز آروم کنه. تنبلی فقط یه عادت بد نیست، یه مرگ آروم و بی سر و صداست برای رویاها. خیلیا اینو با گوشت و پوست تجربه کردن. فرصت‌ها رو با دست خودشون پرت کردن دور، فقط چون راحتی و ترجیح دادن به عمل کردن. بعضیا خودشونو اینجوری گول میزنن: نه بابا، من وقتی دقیقه 90 باشه تازه گل میکنم، باید فشار باشه تا بدرخشم. ولی حقیقت تلخ اینه که پشتش ترسه. ترس از شکست، ترس از موفق شدن، ترس از روبرو شدن با این واقعیت که دارن استعداد و پتانسیلشون رو هدر میدن. وقتی آدم خسته میشه از اینکه همیشه زیر سایه توانایی‌های خودش زندگی کنه، وقتی حالش به هم میخوره از اینکه حواس پرتیا و بهونه‌ها زندگیشو بچرخونن، اونجاست که باید به خودش بیاد. قراره چند تا نکته رو بشنوین که میتونه آدمو از چاه تنبلی بکشه بیرون و بنازه تو مسیر هدف و عمل. این نکته نه کلیشن، نه از اون نصیحتای ننه جونطور که همه میگن. یکم تیز و تنده، یکم تو ذوق میزنه، ولی همون چیزیه که لازمه شنیده بشه. اگه واقعاً قراره تنبلی رو ول کنی و بری سراغ زندگی که مدت هاست انداختیش پشت گوش، این ویدیو برای توه. شماره 1. کارا رو تیکه تیکه کن. هممون بارها شنیدیم کارو خوردش کن به قسمت‌های کوچیک، ولی واقعیت اینه که بیشترمون این نصیحت رو جدی نمیگیریم چون زیادی ساده به نظر میاد. از اون بدتر خیلی وقتا خودمون ناخودآگاه حال میکنیم که کارو گنده و ترسناک نگه داریم، چون اینطوری هم بهونه داریم که عقب بندازیم، هم بعدش میتونیم مظلوم نمایی کنیم. وای، انقدر کار داشتم که نشد انجامش بدم. یه جور رمانتیک کردن شلوغی و بی‌نظمی که فقط آدمو توی تله تنبلی نگه می‌داره. اما وقتی یه روز میرسه که دیگه راه فرار نداری و پروژه‌ای که هفته‌ها عقب انداختی افتاده رو سرت، میفهمی تنها راه نجات اینه که اون کارو بشکنی به تیکه‌های ریز و قابل انجام. همینجاست که اتفاق جالب میفته. شروع می‌کنی بخشای کوچیکو یکی یکی انجام دادن و هر بار که یه قسمتو تیک میزنی یه حس و حال خوب میاد سراغت که باعث میشه برای قسمت بعدی هم انگیزه بگیری. این حس مثل دومینو عمل میکنه. قدم به قدم که میری جلو، اون کوه بزرگ و ترسناکی که همیشه ازش فرار میکردی تبدیل میشه به چند تا تپه کوچیک که حالا پشت سرت موندن. واقعیت اینه که بزرگی کار بیشتر از این که واقعی باشه توی ذهن ما ساخته میشه. وقتی کارو خورد میکنی عملاً داری بهونه ها رو از خودت میگیری. دیگه نمیتونی بگی خیلی زیاده بعداً انجام میدم، چون بخشاش انقدر کوچیک و ساده است که نمیشه از زیرش در رفت. پس به جای موندن توی ناراحتیه هیچی رو شروع نکردن، برو توی ناراحتیه حرکت کردن و پیش رفتن. این یکی اولش ممکنه سخت باشه، ولی وقتی مزه پیشرفت رو بچشی دیگه بر نمیگردی به همون عادت عقب انداختن کارا. یادت باشه کار بزرگ وقتی خوردش کنی میشه یه لقمه خوشمزه که با هر گاز حس پیروزی میده. شماره 2. برای همه چیز وقت مشخص کن. خیلیا از زمان تحویل خوششون نمیاد. فکر میکنن فشارش خلاقیت رو میکشه یا آزادی رو میگیره. ولی راستشو بخوای بدون وقت مشخص کارا همینطور کش میاد. هفته ها و ماه ها طول میکشه و آخرش هم فردا میشه هیچ وقت. بعضیا خودشونو با این توهم گول میزنن که آزاد کار کردن یعنی بهتر بودن، ولی در عمل وسط کارای نصف و نیمه گیر میکنن. کلی فرصت خوب فقط به خاطر وقت نذاشتن از دست میره و آخرش جز حسرت چیزی نمیمونه. واقعیت اینه که زمان تحویل محدودیت نیست، سپره. جلوی تنبلی، بهونه آوردن و عقب انداختن کارو میگیره.
وقتی برای همه چیز، حتی کارای کوچیک وقت بذاری، همه چی عوض میشه. لیست کارات از یه مشت آرزو و ایده تبدیل میشه به یه برنامه واقعی که پایانش معلومه. اون تاریخ و ساعتی که قبلا استرس میداد میشه انگیزه ی تموم کردن. دیگه فقط سرم شلوغه مهم نیست، کارا تموم شد مهمه. وقتی وقت مشخص داری مجبوری اولویت بندی کنی، سریع تصمیم بگیری و توی زمان محدود بهترین نتیجه رو در بیاری. خلاقیت هم نمیره، برعکس، زیر همین فشار مثبت شکوفا میشه، چون مجبوری راه حل پیدا کنی. پس واسه هر کاری وقت بذار. این یعنی احترام گذاشتن به وقتت و هدفت و یه قدم محکم برای اینکه کیفیت کار و زندگیت چند برابر بشه. شماره 3. برای خودت سیستم پاداش بساز. همه شنیدیم که به خودت جایزه بده، ولی چند بار واقعا اینو توی زندگی و کارت انجام دادی؟ خیلی‌ها فکر میکنن این کار بچگانه یا حتی نوعی رشوه دادن به خودمونه، ولی واقعیت اینه که فقط با تکیه به نظم و اراده همیشه نمیشه کارا رو جلو برد. بعضی وقتا یه انگیزه کوچیک میتونه فرق بین انجام دادن کار و افتادن توی دام تنبلی باشه. وقتی شروع میکنی برای کارات جایزه گذاشتن، اول شاید عجیب باشه. مثلا میگی اگه این گزارش رو تموم کنم یا ورزش امروز رو انجام بدم، بعدش یه قسمت از سریال محبوبم رو میبینم یا خوراکی مورد علاقم رو میخورم. همین که این سیستم کم کم توی روال کار جا میفته. کارهایی که قبلاً برات سنگین بودن تبدیل میشن به چالش‌های جذاب، چون میدونی آخرش یه پاداش واقعی تو انتظارته. این روش از نظر عملی هم جواب میده. مغز ما دنبال لذت و فرار از درد طراحی شده. وقتی برای کاری پاداش تعیین میکنی، در واقع داری مغزتو هک میکنی. انتظار پاداش هورمون دوپامین رو ترشح میکنه که هم حس خوبی میده، هم تمرکز و انگیزه رو بالا میبره. خیلی‌ها یاد گرفتن که زحمت خودش پاداشه، ولی بیاین واقع بین باشیم. زندگی همیشه مثل فیلم قهرمانی نیست که فقط با اراده جلو بری. بعضی وقتا باید مغزتو گول بزنی که همکاری کنه، مخصوصا برای کارهایی که دوستشون نداری. این ضعف نیست، هوشمندانه عمل کردنه. لازم نیست پاداش بزرگ یا گرون باشه. یه استراحت 10 دقیقه‌ای، یه قهوه از کافه محبوبت یا حتی تعطیل کردن باقی روز میتونه جایزه باشه. مهم اینه که برات لذت بخش باشه، اما حواست باشه این بهونه برای تنبلی نیست. باید بین اندازه پاداش و سختی کار تعادل باشه. با پاداش دادن هم انگیزت بیشتر میشه، هم رابطت با کار و موفقیتات سالمتر میشه. شماره 4. هدفاتو شفاف و دقیق تعیین کن. همه میگن باید هدف گذاری کنی، ولی راستشو بخوای بیشتر آدما درست این کارو انجام نمیدن. یه چیزی می نویسن مثل میخوام ورزشکار بشم، میخوام پول پس انداز کنم یا بیشتر کار کنم. بعد 1 سال میبینن هنوز همون جای قبلی هستن. حقیقت اینه که بدون هدف شفاف و دقیق داری خودتو برای شکست آماده میکنی. هدف مبهم مثل مقصد بدون نقشه است. میدونی کجا میخوای بری، ولی راهشو بلد نیستی یا حتی هیچ وقت شروع نمی کنی. وقتی هدفتو دقیق تعریف میکنی، دیگه جای بهونه نداری. به جای گفتن میخوام بدنسازی کنم، بگو 3 ماه، هفته‌ای 5 روز، روزی نیم ساعت تمرین میکنم. زمان، نوع کار و روش اندازه‌گیری پیشرفت رو مشخص کن. همین شفافیت باعث میشه هدفت از یه آرزو تبدیل به یه برنامه قابل اجرا بشه. هدف واضح مجبورت میکنه با بهونه‌هات روبرو بشی. دیگه نمیتونی بگی دارم روش کار میکنم وقتی در واقع هیچ کاری نکردی. اینجوری یا انجامش دادی یا ندادی و همین حس مسئولیت پذیری قدرت زیادی بهت میده. بیشتر مردم از هدف گذاری دقیق فرار میکنن چون از تعهد میترسن. هدفی که مبهمه راحت میشه پشتش قایم شد.
اگه وقت، پول یا شرایطش باشه انجام میدم. ولی این فقط یه طلسم برای موندن توی رویا و فرار از زحمت واقعی. هدف شفاف یعنی اعلام کنی این کارو میکنم و اینجوری انجامش میدم. ترسناکه چون باید جوابگو باشی، ولی آزادی بخشه چون کنترل زندگی میره دست خودت. فرقی نداره برنامه روزانه باشه، پروژه کاری یا حتی تصمیم گیری توی رابطه. شفافیت باعث تمرکز، آرامش و پیشرفت سریعتر میشه. البته این کار یه بار انجام نمیشه و تموم شه. باید هر از گاهی هدفها رو مرور، اصلاح یا حتی عوض کنی. شماره 5. یه شریک مسئولیت پذیر پیدا کن. اینکه فکر میکنی همه چیزو تنهایی جلو ببری قشنگ توی فیلم‌ها جواب میده. ولی توی واقعیت بیشتر وقتا میشه نسخه‌ای برای تنبلی و درجا زدن. حقیقت جنجالی اینه که مستقل بودن اونقدری که همه میگن باحال نیست. برای رسیدن به هدفها باید کسی رو داشته باشی که حواستو جمع کنه، ازت گزارش بخواد و مطمئن بشه کاری که گفتی و انجام دادی. وقتی فقط خودت از هدفات خبر داری، خیلی راحت میگی این یکی رو فردا انجام میدم یا اشکالی نداره این هفته ولش کن. اما وقتی کسی کنارت هست که پیگیر باشه، معادله عوض میشه. دیگه فقط به خودت جوابگو نیستی، به اون آدمم هستی و این فشار مثبت باعث میشه جدی‌تر کارو پیش ببری. البته انتخاب شریک مسئولیت پذیر مهمه. باید کسی باشه که باهات صادق باشه. وقتی کم کاری میکنی رو درباسی نداشته باشه و موفقیت براش مهم باشه. نه فقط یه تشویق کننده که هر کاری کردی بگه آفرین، بلکه کسی که حتی وقتی ناراحتت میکنه هول بده تا بهتر بشی. خیلی ها از این کار فرار میکنن چون نمیخوان با واقعیت روبرو بشن. شریک مسئولیت پذیر بهونه هاتو میبینه، توجیهاتو میشکنه و جلوی نصف نیمه کار کردن رو میگیره. این ممکنه اولش ناراحت کننده باشه، ولی اگه واقعاً دنبال پیشرفتی دقیقاً همینه که نیاز داری. این کار فقط برای انجام دادن کارا نیست، برای ساختن یه سیستم حمایتی هم هست. وقتی کسی رو داری که بهت ایمان داره، تو رو به چالش میکشه و موفقیت تو جشن میگیره، انگیزه چند برابر میشه. اگه شریک هدفش به تو شبیه باشه، این انرژی دو طرفه میشه و هر دوتونو به جلو میکشه. و خبر خوب اینه که این آدم لازم نیست کنار دستت باشه. با پیام، تماس تصویری یا حتی شبکه‌های اجتماعی میتونین پیشرفت روز به روز کنید. مهم اینه که چک کردن منظم باشه، روزانه، هفتگی یا ماهانه، تا روند حفظ بشه. پیام عمیق اینه که کمک گرفتن و پذیرفتن اینکه همه چیزو تنهایی نمیتونی ضعف نیست، یه قدرته. چون ما ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم و وقتی همدیگر رو حمایت میکنیم، پیشرفت واقعی اتفاق میفته. پس اگه جدی دنبال رسیدن به هدفاتی، تنها جلو نرو. کسی رو پیدا کن که پیگیرت باشه، بهت انگیزه بده و حتی وقتی سخته کنارت بمونه. اینطوری نه فقط بیشتر به دست میاری، بلکه قوی‌تر، مقاوم‌تر و به آدمای مهم زندگیتم نزدیکتر میشی.